میخیزم میرم بیرون 1 ساعت تمرین میکنم هر صبح. دویش حالش باشه نباشه سر من که دردم که بکنه من میرم من انجام میدم. باور کن وقتی که این مثلا بعضی میگه من چگونه اعتماد به نفس داشته باشم. من یک مثال خیلی خوب برای شما میذارم باز میرم سراغ دیسیپلین. خب مثلا من با شما قرار میگذارم اسمتون چیست؟ امان الله. با هم قرار میگذاریم که هر صبح ما تو با مدت 1 ساعت بریم مثلا کلاب پرورش اندام با هم پارتنر باشیم. درسته با هم دیگر کمک بکنیم که دنبل بزنیم نمیفهمم حرکات ورزشی رو انجام بدیم. روز اول من نمیایم درسته؟ خب میای تمرین میکنی باز شب برات مسیج میکنم میگم که امان الله خان مثلا فردا دیگه بخیر ما تو میریم. باز فردا من نمیایم باز نمیایم همین موضوع 10 بار تکرار میشه. بعد از در روز 11 مگه بر تو بگم که ما فردا ان شاء الله حتما دیگه میایم. چی میگی تو؟ برو بابا تو یک آدم مثلا یک چیزی یک آدم دروغگوی یک آدم مثلا یک کسی که تو اصلا ارزه تمرین نداره تو اصلا بر تمرین ساخته نشده. همین رقم مثلا است. خب بیایم این مثال ما شما تشبیه بکنیم به خود. تویی که بارها تصمیم گرفته که من از فردا میخوایم تمرین کنم ذهن خود کنترل کنم شکرگزار باشم پول خلق کنم قانون جذب سرش کار کنم زبان انگلیسی خود کار کنم مثلا کامپیوتر سرش کار کنم تصمیم گرفته و عمل نکرده تصمیم گرفته عمل نکرده آنقدر توی موضوع رو تکرار کرده که امروز ذهن اصلا به تو اعتماد نمیتونه. امی که میگه مثلا درآمد 1 لک افغانی برو بابا تو 1 لک افغانی. امی که میگه مثلا ما میخوایم موفقیت میگه برو چرت نگو مزخرف نگو. بفرمایید. ببینین کسایی که اعتماد به نفس ندارن آنقدر این موضوع برش تکرار شده به شکل منفی این چرخه آنقدر به شکل منفی برش تکرار شده که امروز ذهنش نمیتونه به او اعتماد کنه و حق داره. ببین من برای تو 10 بار دروغ گفته باشم دیگه تو به من اعتماد نمیتونی. ذهن میخواد نیست. و من یکی میگم که من هر صبح حالش باشه نباشه میرم تمرین خود انجام میتونم. باور کنین بعد از تمرین اونقدر اعتماد به نفس زیاد میشه اونقدر حس خوب دارم. میگم تو مثل فلویدی تو مثل مایک تایسون تو مثل مثلا رونالدو مثل